برای کار کردن با دفتر کل در این قسمت رو اگر بزنید لیست حساب ها باز میشه و بعدی در رابطه با اینه که اینجا رو اگر کلیک بکنید میتونید حساب باز بکنید و اگر دقت کنید برنامه صفحه‌ای که در نظر گرفته اینه، صفحه پیشنهادی هم اینه. نکته مهم اینه که در رابطه با شماره تلفن که 2 صفر کشور رو وارد نمی کنید، یعنی پلاس رو، و بقیه کد رو کامل وارد میکنید تا در قسمت ایجاد فایل برای تلفن با مشکل نخورید. این ایجاد فایل خوبی که داره اینه که کل افراد رو به این صورت نشان میده. وقتی داخل گوشی بیاید به این صورت داخل پرانتز شماره صفحه نفر رو نشان میده، در حینی که تماس میگیرن مشتری شما راحت متوجه میشید که این مربوط به کدام صفحه از مشتری های شما است. اگر بخواید یک لیست کتاب چاپ بکنید میتونید این رو کلیک بکنید و چاپ بکنید، یا اینکه یک صفحه خاص رو بخواید با این قسمت چاپ بکنید. اینجا هم که تراز کلی برنامه رو نشان میده. اگر یادداشت و واحدهای پولی ارزی و اینا داشته باشید در این قسمت نمایش داده میشه. اگر مانده کلی که اسناد ثبت اومده اختلاف داشته باشه میتونید با بروز آخرین تاریخ یا بروز مانده کلیک بکنید و اینها را اصلاح بکنید. اگر بعد از اینکه چند نفر را ثبت کردید یک بار روی این دکمه کلیک بکنید تا فایلی برای جستجوی سریع ساخته بشه. برای اینکه یک زمانی اگر میخواهید که اینجا تایپ بکنید، مثلا علی، خود برنامه به صورت خودکار برای شما پیشنهاد بده که این علی میتونه کیا باشه. و دکمه‌های مختلف اینجا داره که انشالله با مرور زمان میتونید از اون استفاده بکنید. اگر هم که یک صفحه یکی رو بخواید از یک تاریخ تا تاریخ خاص رو نمایش بدید یا چاپ بکنید میتونید از این قسمت استفاده بکنید. برای اینکه یک سند دستی رو ثبت بکنید کافیه در این قسمت شماره صفحه نفر رو بزنید و اینجا بیایید و دریافت نقدی، اگر ثبت روزنامه رو بزنید دیگه مستقیم در روزنامه هم ثبت میشه و وارد بزنید دیگه مستقیم میره در صفحه روزنامه. اگر صفحه روزنامه رو هم باز بکنیم اینجا اومده، با کلیک کردن اینجا هم مستقیم میریم به اون. لذا کاملا برنامه لینک